سلام، خوش اومدید. من توی این ویدیو قراره با هم دیگه به خاطرات سمی شما با کراشتون ریاکشن نشون بدیم. بزنید بریم. من بچه بیش از 30 یا 40 تا پیام گرفتم، خیلی پیام گرفتم یعنی، و من فقط تونستم 14 تاشون انتخاب کنم چون هم طولانی بودن، یه سریشون و خیلی باحال بودن و واقعا دوتاشون خیلی دوست داشتم دوتاشونو، و اینکه آره تو ویدیو تایم نمیشد واقعا دیگه. آره بزنید که بریم. اول خاطره اسمشو گفتم نگم. هیچی، داشتیم غذا میخوردیم. من کنار زندایی نشسته بودم که مامان جویم زنداییش مامان کراششه. بعد اونم اومد کنار مامانش نشست. بعد دیگه جا یعنی زنداییش خودش کراشش جا خیلی تنگ شده بود. من بشقابمو برداشتم دیگه جا نبود بشینم، رفتم اون وگرنه پشتمو کردم به کراشم، روی فرش نشستم. بعد بهم گفت چرا اونجا نشستی؟ بعد گفتم جا نیست. بعد یکم رفت اون برتر اشاره کرد که کنارش بشینم و وقتی داشتم غذا می‌خوردم چرا بغض کردم. خب چی؟ بغض برای چی؟ یه دونه گفته بیا بشین کنارم میگم چیز خاصی نیستش. شهر حاضر قلب تند بزنه بغض انه. بس ویا داشت یوتیوب it's fun just fun. الان یوتیوب میزنم. بعدیم تانیا خاطرم با کراش اینه به جای اینکه باهاش مهربون رفتار کنم زدم زیر گوشش بی دلیل. بدبخت توش شوک بود. ناموسن چرا همچین کاری کردم؟ اشکال نداره. What؟ منم همینم، یعنی اینطوری هم که از کسی خوشم بیاد میزنمش فقط، ولی این همم قید نمیکنه. آره. سومی ما هم محلیم، هر روز همو میبینیم. دوتامونم ورزش مورد علاقمون اسکیته. من اسکیت میرفتم که یهو با صوت زیاد رفتم تو بغلش و اونو من گرفت. خیلی قشنگه واقعا، دوستش داشتم. لرزه بچه‌ها یه سری داخل توی همین چنل تلگرام مثلا سوال پرسیدید که کجا میتونید توی چالش ما شرکت کنید، مثلا سوال رو پرسیدید. بچه داخل چنل تلگرام که براتون دوباره داخل دیسکریپشن براتون میذارم لینکشو، بیاید تو ناشنال اگه سال یعنی برای مود ویدیو اگه مودتون که در مورد شما و دوستان بعد بهم میگفتید تو ناشنال بهتون میگم که برای من پیام بذارید. اینو خیلی پرسیده بودید ازم. چهارم فکر کنم به خاطر اتفاق خیلی بد تو گوشه داشتم مثل سگ گریه میکردم. یهو اومد دلداریم دو بغلم کرد. بعد بهم گفت آجی مراقب خودت باش. تا اینجا که آجی که پسرو میگن از خیلی فاز خواهری داره روز. برو بیرون. روز بعدش بهش گفتم روش کردم. بعد بهم گفت من دوست دخترم خیلی دوستش دارم، اگه روز باش کردم میام با تو. گفتم همون آجی گفتنش به همون معنیه این که من دوست دختر دارم و این چیزه بگو فاز خواهر و همون بهتر که همینجا بهت روشو نشون داد. به خاطر اینکه در مورد گفته که دوست دختر دارم خیلی هم دوستشم کات کردم یا با تو، یعنی یه جوری انسان میخواد فشاری کنه، میدونی اون حول بودنشو نشون داده. آبجی برو خودتو خدایش سکن. خواهرم واسش مهرسانا بود، مهرانا باشه. اینجا دارم روی آیدیاتون میخونم. آره هستی خاطر من با کراشم فقط این که توی چش تو چش میشینیم و لبخند میزنیم. همین منم همینم، فقط همون مثلا داخل یه دونه پارک جنگلی میبینیم لبخند میزنیم و میریم. همین. بریم محسا هیچی تو پارک ازش خوشم اومد. دختر خالم جیغ زد شوهر به این بده دهن ما رو سرویس کرد و خیلی زود آقا به میگفت یعنی باشه که شدی یا نه. ما بعضی موقع به درد میخوری. حالا چرا یه ذره اولش آبرت رفته باشه ولی آقا بعدش اوکیه، بعدش به آرزو رسیدی. مورینا فکر کنم اسمش. تو کافه کار میکنم، خواستم آب سفارش بدم. اومد جلو تو 10 سانتی سرم گفت جانم بفرمایید. خوش شدم گفتم نه ممنون. هم نه ممنون زایی بود هم آب بزنن. بگو یه کردت بیاد تا حلق داخل این داری تو فقط باید آب میخوام.
من اونجا بودم مثلا میگفتم یه کافی چیزی میدید، اینطوری بودم که زایم نشم خودم. یه من واقعا اصلا با یه طرف فکرم که اینجا بخوام $2 بدونم. آره وای این چقدر باحال اسمش خانم خوابالو. یه بازه من مزاحمم شده بود، من گفتم یکی دیگر دوست دارم و یهو کراشم گفت اون من داره خوشش، گفتم منظورم تو نبودی. خب عزیزم تو واسه بعد میگفتی که چیزه. آره منظورم دقیقا تو بودی، تو اینطوری هم تو راضی میشدی همون راضی میشد. میدونید وقتی اینو میگن یعنی که روت کراش داره. اینو من تجربه کردم که دارم میگم. یه چیز دیگه هم که بچه‌ها یه چیزی تو میگم، این تجربه دوستمه که میگفتش که اگه یه پسر مثلا دوست داری، پس اکثر اینطوریه که مثلا بهش روی کراشه میره که مثلا میگه برم بهش بگم اینطوری. آتریسا یه بار دیگه هم با کچه بیرون بودیم، یه پسر تو پارک بهم فوش داد، اونم کتک زد، گفت دفعه آخر چجوری باش حرف میزنی؟ منو پر بهم بسته تو هر کی میدید ما رو دوست داشت، مثلا میگفت دوست دخترمه، یعنی اون کرشه به اون دوست داشت میگفت که دوست دخترش پارتنرشه. چند روز بعد میخواستم بهش اتفاق خانواده‌مون قرار کردم، الان حدود 5 سال ندیدمش. آخه آتریسا جونم واقعا دارم برات میسوزه عشقم، کاشی خانواده‌تون ما هم قرار نمی‌کنه. ولی خب یه جوری حکمتتون بوده، یعنی مثلا نمیگفت، فکر کنم نمیگفتم بهتر بود، چون که مثلا میگه یهو بعدش قدر کرده همشون خیلی یه جوری میشد. در شما شده بودید که ما تو چیکار کنیم. بعدی خانم گورباهی به حاله بزنین چند تا دیگه مونده، کم مونده. ازم پرسیده بود کراشت که اطلاعات خودش رو به خودش دادم، میگفت منم مثلا میگفتم کراشم فلان رنگ رو دوست داره، میگفت منم، هی میگفت منم. خب بعد میگفت درد با خودتم دیگه، تو رو دارم میگم، اینطوری بهش میگفته. از نظر من کلاس چگونه کرش خود رو به شوهر خود تبدیل کنیم. ستایش جان من مثل سگ از عنکبوت میترسم. حاجی شانس نداشتم باشه، این خیلی مثبت 18 و امیدوارم که یوتیوب فنامون نده، چون که سر پست قبلی من ویدیو قبلی من یه دونه اخطار بهم داد. حاجی شانس نداشتم نشسته بود پیشم تو جمپ سر عممه، بعد عنکبوتم خیلی بزرگ بود کنارم بود، دیدم آقا من جیغ زدم پرید بغل این، وای ببین دستم محیط گذاشته بودم و داشتم فشار میدادم، من جای خالی نمیدونستم کجاشه، جیغ میزدم بکشید واقعا. وقتی کشتش رو تمام شد یکم گذاشت اصلا فهمیدم که کجاش گرفتم، که خیلی هم نرم بود. اچه با سانسور اینجا میذارمش. حاجی قیافش قرمز بود، مردم از مرزم از خجالت. وای باورتون میشه 6 ساله با همیم. خوبه دیگه، اشکال نداره دیگه. اگه با همید اوکیه، نبودید خیلی ضایع بود، ولی خب با همید don't worry. اشاره که با هم بمونید، اشاره عرشید. اگه عرشید واقعا دعوتم کنی یا خیلی واقعا ناراحت میشم دعوتم نکنی. شیدا اومده بود خونم، میخواستم میوه ببرم براش، بعد تو چش توشه شدیم، چاقو افتاد از بود تو شکمش. آقای من اتفاق برای کسی که کروش ندارم روش اتفاق افتاد. داشتم میوه میبردم خورم مسافرت بودیم، مسافرت هم اردیبهشت، هم تازگی هم بوده اردیبهشت بود. بعد چیز شده بود بگید چه میوه پخش میکردم، روز آخری هم بود که اونجا بودیم دیگه، اومده بودن ببیننمون. بعد میوه همطوری افتاد، من چه بودم وای برو بمیر، اصلا حرف مزنم قشنگ تره. مری هارمیس اومد بهش این واقعا حسم ترین است، گوش بدید. اومدم بهش اعتراف کنم، در باز کردم داره با داداشم کیس میره. دلم میخواست همینجا ویدیو رو کات کنم یهو، خب نمیشه به من اینطوری میگه. وای پشمام ریخته با اینطوری هم که اصلا باشه گیی، اما اون یهو با داداشت. منم یه مدت دیگه خوشم میاد، بعد از یه مدت دیگه ازش خوشم نمیاد، بعد از یه هفته یه جوری بودش، بعد فهمیدم که گیه. عالیه.
خدا هیچی تو سفره جا نبود، من هم کنار اینا تقریبا مسونه. هیچی تو سفره جا نبود، من هم کنارش نشستم. بعد عرقم کرده بودم، داشتم دوغ میخوردم. یکی چیز خنده‌دار گفت، منم دسک داشتم نمیدونم داشتم دوغ میخوردم، دهنم پر بود، خندیدم، یه حول خجالت آب شدم. کاشی میگفتی ریاکشن بعدشم چیه، ولی خب اشکال نداره عشقم، پیش میاد. مثلا یه فکت اینه که بهتون میگم نصف اتفاقات پارتنری و کراشتون و اینا توی محرم اتفاق میفته. و من اینطوریم که میدونید هیچ میمی ندارم براش اینجا بذارم، ولی خب محرم بود. 112 با هم آشنا شدیم، رفتیم بیرون و تا یک پیش هم بود. یه مسافت طولانی رو قدم زدیم. بعدش من رو برد خونه خودم برگشت، خودش هم برگشت خونه. بعدش چی شد؟ چون اینطوری شد؟ و بعدش میگفتی اوکی شدید؟ اصلا کراشت بود چی بود؟ من نفهمیدم. فقط میدونین و کامنت های که بازه برام لطفا کامنتاشو بزنم چی میگه. نفهمیده مثلا. از مبینا به داداشم، مبینا داداشت. این آخراشه بچه. با آخر کراشم رفتیم بیرون و کراشم هم اومد. رفتیم لباس بخریم. من تو اتاق پروف بودم، داشتم لباس میپوشیدم. بعدش در باز کردم، یکم خواهر کراشم گفتم ببین بهم میاد. داشتم چرت پرت میگفتم، یهو دیدم کراشم. بعد گفتش آقا با نمکی و بغل کرد. بعد بهم اطلاع کرد هیچی. بعدش از خواب پریدم. ایسامونو گرفتی؟ باشه شدم یه دقیقه. گفتم از اون تیکه گفت با نمکی و بغلم که فهمیدم که احساس کنم حسم میگفت این چرا انقدر الکی میخوره. خیلی اشکال نداره، حداقل تو خواب باش بودی. برو خدا شکر خیلی تو خوابم باشون نیستم. اگه همین رو بهش اینو داخل چیزه بگید. اینو داخل پست تیک تاک هم گرفتم و آره یکی بهش کامنت داده بود اگه همین رو بهش بعد از خواب بیدار بگم خاطر منم هست. آخرین کامنت، یعنی آخرین ناشناس گفتی یه بار در اسانسور کراش ایشون مثل این که اسمش همسایه‌شونه گفته یه بار در اسانسور باز شد. بعد کراشم روبرون بود، من سرم تو گوشی بود، همینجوری رفتم بیرون. بعد خوردم بهش، بعد اصلا ندیدمش، هم رفتم خوردم بهش. بعد براش چشم خور هم رفتم، مجبور شد بگه ببخشید. آبچی تو بهش گفتی یا تو رفتی توش گرفت. بعد مگه بس بهتر پروشو نکنیم بهتره. اینم از این ویدیو. اگه دوست دارین پارت 2 این ویدیو رو کنم داخل چنل تلگرام داخل نشناس میتونید بازم برام خاطر تعریف کنید و داخل تیک تاک پست گذاشتم که اونجا گفتن خاطرتون رو برام تعریف کنید. باز اونجا اگه برام کامنت بذارید حتما بهترین رو سیو میکنم و براتون دوباره از این ویدیو پارت دومش هم میگیرم. از این ویدیو اگه دوست دارین که پارت دوم این ویدیو ساخته بشه داخل چنل تلگرامم داخل نشناس میتونید برام خاطر تعریف کنید و داخل تیک تاک هم میتونید داخل یه پستمون که براتون حتما پینش میکنم برام خاطرتون تعریف کنید که اونجا برام تعریف کنم من بهترش رو سیو کنم و براتون پارت دوم این ویدیو رو بگیرم. خیلی دوستتون دارم. ممنون تا اینکه تا آخر این ویدیو من تماشا کردین. لایک و کامنت و ساب یادتون نره. خداحافظ.